همونطور که میدونید امروز گردونه سریز فانتوم بازی اضافه شده که 2 تا گردونه هستش با 4 تا گال لجند و 4 تا اسکل لجند که خود کالاف به شما کوین هایی رو میده که با این کوین ها میتونید یه چند دور این گردونه ها رو به طور رایگان بزنید. حالا من امروز اینجام که بهتون یاد دادم چجوری 5 هزار تا از این کوین ها رو بگیرید و به صورت کاملا رایگان این گردونه رو 50 60 دوری بزنید. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو خوشحال میشم کانالم دنبال کنید، زنگوله کنار دنبال کردن رو بزنید و این ویدیو رو لایک کنید چون برای این ویدیو زحمت بسیار زیادی کشیده شده. بریم سراغ ویدیو. اولین روشی که میتونید استفاده کنید اینه که روی دکمه سلز توی لابی اصلی بازی بزنید و بیاید توی ایونت سمت راستی و دکمه گو رو بزنید. اینجا که میایید به همچین صحنه برمیخورید که اون بالا سمت چپ اگه دقت کنید 2 تا گزینه تیم میشن اند ایندیویدوال میشن هستش که اینا مربوط به اسکواد بودن یا تک نفره بودنتون هست. حالا ایونت به چه صورتی عمل میکنه؟ شما با توجه به سی پی که توی این سیزن خرج کردید میشه از اینجا جوایز دریافت کنید. به چه صورت؟ اگر پایین سمت جواب ببینید اونجا نوشته تیمز توتال، یعنی نشون میده که شما چقدر، یعنی این تیمی که اینجا هستین چقدر امتیاز داره و سمت راستش هم خودتون هستین که زیر عکستون گذاشته چقدر امتیاز دارید. این امتیاز اینطوری هستش که شما هر یه دونه سی پی که خرج میکنید 10 تا پوینت اینجا میگیرید. حالا شما میتونید به 2 تا صورت این کار انجام بدید، یا اینکه از رفیقاتون دعوت کنید بیان توی تیمتون یا برید توی تیم اونا، یا اینکه خودتون تک نفره این ایونت رو پیش ببرید. حالا جدا از اون کارتی که شما اینجا میگیرید، شما میتونید 10600 تا تقریبا از اینجا سی پی بگیرید، 6000 تا توی بخش اسکوادی و 4000 تا هم توی بخش انفرادی. قطعا اینکه 80000 تا سی پی بزنید تا کلا 10000 تا بگیرید به صرفه نیستش، اما اگر رفیق شما سی پی زیادی توی این چیز خرج کرده باشه و بیاد توی گروه شما قطعا میتونه به صرفه باشه. جدا از سی پی این شما میتونید 4400 تا پوینت گردونه فانتوم هم از این ایونت بگیرید. تو بخش اسکوادی 3600 تا و تو بخش انفرادی هم 800 تا که جمع 44 دور رایگان گردونه هم به دست میاد براتون. اینطوری روش بعدی اینه که اون پایین سمت چپ بزنید روی دکمه فانتوم شا و وارد همچین بخشی بشید. اول از همه اگر اون سمت چپ وسط بزنید روی دکمه اکشن فایل، اینجا سری کوست براتون هستش که یک سری کوین هایی رو بهتون میده که روش یه عکس خدا هستش. حالا این کوین ها به چه دردی میخوره؟ بعد از اینکه شما این کوین ها رو دریافت کردید میتونید وارد بخش اکسچنج سنتر که پایین سمت چپ هستش وارد بشید و اینجا توی بخش سومش که نمیشه درجه 3 که اون بالا سمت چپ مشخص هستش، اونجا میتونید شما یک پوینت 200 تایی بخرید که 2 تا دور گردونه رایگان بهتون میده. روش بعدی اینه که اون بالا سمت چپ روی دکمه تیوز جورنال کلیک کنید و اینجا یک همچین صفحه براتون باز میشه. حالا توی این بخش که بخش جواز روزانه هسته، شما هر روز میتونید جایزه‌ای رو دریافت کنید که لابلای اینا شما 800 یا 1000 تا از این پوینت ها میگیرید که براتون میشه 8 یا 10 تا دور گردونه رایگان. برای اینکه همه جایزه رو بگیرید باید نزدیک 2 هفته صبر بکنید. و روش آخری هم که وجود داره اینه که برای هر گردونه شما وارد بخش سیریز کالکشنش بشید. حالا به چه صورت؟ وارد هر کدوم از گردونه‌ها که شدید این دکمه بالا سمت راست رو میزنید و وارد همچین بخشی میشید. بعدش روی اون دکمه هایی که اینجا بهتون نشون میدم کلیک میکنید که هر کدوم از اینا به شما 100 تا پوینت میده که اگر جمع 2 تا گردونه با هم دیگه در نظر بگیرید نزدیک 6 تا شما میتونید دور رایگان بگیرید. البته تاکید میکنم که برای هر گردونه جدا هستش و فقط این کاری که الان انجام دادیم برای گردونه اسکینام. اگر بخواید برای گردونه گانها این کار انجام بدید دوباره باید برید توی گردونه گانها و این دکمه که بهتون نشون میدم دوباره بزنید و دوباره جایزه اینجا رو هم دریافت کنید. خب رفقا اینم بود از آموزش گرفتن پوینت رایگان برای گردونه سریز فانتوم. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما کانالمو دنبال کنید، زنگوله کنارش رو بزنید و این ویدیو رو هم لایک بکنید. تا ویدیو دیگه همتون به خود بزرگ میسپارم. فعلا خدا نگهدار.